چالش 20 روز 20 اصطلاح نسل زد پارت 4. سلپ از هیپ هاپ شروع شد. وقتی یه بیتی اونقدر خوب بود که انگار واقعا داشت رو قلب و روحت میکوبید بهش میگفتن this beat slaps. ولی نسل زد این اصطلاح ها برد همه جا. اگه یه غذای اونقدر خفن باشه که بهت حال بده میتونی بگی it slaps. اگه یه لحظه عاشقانه خیلی خفنی داشته باشی میتونی بگی it slaps. یا حتی واسه توصیف یه میمی که خیلی خنده‌دار و خفن باشه میتونی از این اصطلاح استفاده کنی. یعنی چی؟ یعنی چیزی بهتر از حد معمولش باشه، اونقدر خوب باشه که حس کنی اصلا زده رو قلب و مغزت. مثالا رو ببین. This burger slaps. یعنی این برگر واقعا محشره. This TikTok slaps. این ویدیوی تیک تاک ترکونده. Your outfit today slaps. outfitت یا استایلت امروز خیلی خوبه، خیلی عالیه. Rainy vibes with music slaps. خیلی حال میده این هوا، میچسبه بهت. That compliment really slaps. این یکی رو تو برام توی کامنت ها ترجمه کن و معنیشو بگو.